احیانا تو 6 سال و 5 ماه و 4 روز پیش پول از من دستی نگرفتی؟ حرف منه، هر چی میگم فقط میگی چشم. امین یه زاویه دیگه بگیری بهتر نیست؟ من خودم میدونم دارم چیکار میکنم، نظر از تو نخواستم. ببین آخه این موضوعی که الان داریم روش بحث میکنیم، من باید یه جوری بیام تو رو اصلا از این رو به اون رو بکنم. بابا بذار قانعت بکنم. ببین با این موضوع قشنگ حل. بابا بذار قانعت بکنم. بابا یه دقیقه وایس زب کنم حرف بزنم. سلام. به به، گوشی جدید مبارک ها. پیش ماهی از بدبختی ها بیچارگی لباس نو مبارک باشه ها. باش امیر، حالا چرا تیکه میزنی؟ چه تیکه دارم بزنم؟ پیش ما هستی از بدبختی بیچارگی میگی، الان گوشی 13 و لباسای نو. ببین من پرخاشگرم، رفتارهای زشتم زیاد دارم، ولی همه رو قبول میکنم، ولی کسی حق اعتراض به منو نداره اصلا. آبونیا خوردادیا هیچ وقت سر همه چی نمیتونن با هم بحث بکنن. چرا؟ چون عصبانیتشون وحشتناکه.